سلام بچه‌ها، امروز اومدیم با آموزش سایه یلدایی بریم که این سایه خوشگل رو با هم دیگه امروز یاد بگیریم. خب قسمت اول با ابروامون شروع میکنیم، با ژل ابروی مولی نه سفیدک میزنه و چسبندگی خیلی خوبی داره. ابرو رو برس میکنیم به سمت بالا و پشت پلک کانسیلرمون رو میزنیم، شروع میکنیم به بلند کردن. و مرحله بعدی میریم برای فیکس پشت چشممون، با پودر فیکس اون رو فیکس میکنیم که هیچ خطی نیفته و میریم سراغ پلت سایه‌مون با رنگ زرشکی. کل پلکمون رو از قسمت خارجی شروع میکنیم به فید کردن رنگمون و به سمت جلو. کل پلک رو شروع میکنیم بهش یه رنگی میدیم. دقت کنید که موادتون از گوشه خارجی شروع میکنید. شروع میکنیم با یه مداد مشکی با چشم باز، نگاه به رو یک خط خیلی نازک به سمت بالا با مداد میکشیم و اونو به سمت بن مژه میاریم. کاملا بن مژه‌تون رو با اون مداد مشکی میکنید. سعی کنید چشم رو بکشید که راحت تر بتونید این کار رو انجام بدید. بعدش با برش سرتختمون کمی از رنگ مشکی بر میداریم و روی اون مداد مشکیمون رو شروع میکنیم به سمت بن مژه با پودر مشکی سایه‌مون فید میکنیم. کاملا قسمتی که میبینید رو تیره میکنیم. با برش فیدمون شروع میکنیم مرزگیری رنگ زرشکی و اون رنگ مشکی رو انجام میدیم. کامل خطوط بعد از بین بره و شروع میکنیم فید کردن. کشش چشم رو یادتون نره. با رنگ قهوه‌ای 2 تا رنگ قهوه‌ای تیره رو ترکیب میکنیم و روی اون مشکی میذاریم تا زهر و تیرگی اون مشکی گرفته بشه. شروع میکنید روی همون مشکی‌ها کمی بالاتر و رنگ قهوه‌ای. با پلت روشنتون 2 تا رنگ روشن رو قاطی میکنیم و به سمت آرک ابرو و قسمت داخلی چشم. تمام این قسمت‌ها باید روشن بشه. با یه دستمال مرطوب میتونید کاملا کثیف‌کاری‌های گوشه چشم رو پاک کنید. بچه‌های مبتدی میتونید از چسب هم استفاده کنید. شروع می‌کنیم به پر کردن ابروها با برش سرکج و آکوا. تمام قسمت‌های خالی ابروتون رو پر می‌کنید. سعی کنید اون مواد اضافیتون رو پشت دستتون بگیرید که کثیفیشو داخل چشمتون نیارید. اضافی مواد. شروع می‌کنیم رو بن مژه یک خط چشم خیلی نازک رو بن مژه بچه‌ها تاکید می‌کنم و کشش یادتون نره. اون رو به سمت چشمتون میارید و اون مشکی محوتون رو کمی با خط چشمتون تیره می‌کنید. اینجا یه نکته آموزشی داریم. اگه یه وقت کثیف کاری داشتید با یه گوش پاک کنه کاملا خشک میتونید اون رو تمیز کنید. بذارید خشک بشه بعد. خب بریم ادامه آموزشمون. چشمو میبندید، کاملا میکشید و قسمت داخلی چشمتون هم تیره میکنید. حالا با یه شاین زرشکی میتونید اگر خواستید سایه‌تون از مات بودن در بیارید یه شاینی بهش میدید وسط پلک و یا قسمت داخلی. قسمت داخلی از رنگ روشن‌تر میتونید استفاده کنید. میریم مرحله جذاب مژه. با چسب سانکو مژه‌مون رو میچسبونیم. من از مژه یه سره استفاده کردم. و حالا اینجا یه نکته داریم که میخوام بهتون بگم. بعد اینکه مژه یه سرتون رو چسبوندین میتونید از یه مژه سایز 12 یا 14 دونه‌ای اونو به عنوان یه خط چشم به صورت اوریب بالای مژه یه سرتون بذارید. حالت کشیدگی بیشتری میده به مژه‌تون. حالا میریم سراغ زیر چشم. برای تیرگی زیر چشم از کرکتور نارنجی استفاده میکنیم. اونو کاملا بلند میکنیم زیر چشممون رو که اون تیرگی رو رنگ نارنجی خنثی میکنه. بعد از بلند کردن کرکتورتون میریم سراغ کانسیلر. کانسیلرتون رو بلند میکنید و بعد از بلند کانسیلر میریم سراغ فیکس کردن زیر چشم. دقیقاً همون مراحلی که برای بالا انجام بدیم. حالا اگه بتونید قسمت بن مژه‌تون رو با مداد مشکی سیاه کنید برای این سایه خیلی دارک و خوشگل میشه. و برای زیر چشم از هر رنگی که بالا استفاده کردیم برای زیر پلک هم از همون رنگ‌ها استفاده میکنیم. و اینم نتیجه این سایه خوشگل و یلدایی.